یه افسانه قدیمی هست که میگه ما انسان‌ها یه زمانی یه قدرت خداگونه داشتیم، اما چون از این قدرت خودمون به خوبی استفاده نکردیم، تصمیم گرفته شد که این قدرت رو از ما پس بگیرن و اونو جایی قایم بکنن که هیچ انسانی به ذهنش خطور نکنه. یکی از خدایان گفت که اون رو در اعماق زمین مخفی کنیم، یکی دیگه گفت در اعماق اقیانوس‌ها، یکی دیگه گفت اون سر دنیا قایمش کنیم. اما برهما خدای خدایان گفت من یه نظر دیگه دارم. ما این قدرت رو در درون خود انسان قایم میکنیم، جایی که هیچ وقت هیچ انسانی به ذهنش خطور نکنه. از اونجا به بعد ما آدم ها همه جا رو دنبال این قدرت درونی گشتیم، همه جور تقلا و تلاشی کردیم، اما هیچ وقت نتونستیم و به فکرمون خطور نکرده که این قدرت در درون خود ما مخفی شده. اگر شما هم میخوای قدرت درونیت رو کشف بکنی، کلمه قدرت درون رو برام کامنت کن.